واکسن ها را در آنش چیپ گذاشتند که مردم را کنترل کند، مردها را از مردانگی سست کرده باشد. دهان و بینی خودمان را از این ویروس فریبکار هیله‌گر تا 3 نفر را به هلاکت برساند. جایی که واکسن میزنیم میتواند سرخی ایجاد کند. خود واکسن به هیچ وجه بیماری ایجاد نمی کند و مغز ویروس را وارد بدن می کند. این مغز، من نقاب میزنم، شما چطور؟ من توصیه‌ای که به بینندگان عزیز و گرامی دارم این است که به سخنهای علمی و سخنهای سازمانها و شخصانی که سالها تجربه علمی دارند گوش بدهند، نه به سخن افرادی که هیچ گونه سابقه کارهای علمی نداشتند و سازمانهایی که اصلا در ساحه طب نبودند به اونها گوش ندهند. واکسن هایی که در تاجیکستان در حال حاضر در دسترس هست، واکسن هایی است که مورد تایید سازمان های بین المللی است و دانشمندان بسیاری در دنیا آنها را تایید کردند و در دنیا برای دسترسی به همین واکسن هایی که در تاجیکستان هست حاضر جنگ های سیاسی هست. پس بدانیم 2 نمود واکسنی که در حال حاضر در تاجیکستان هست، هم واکسنی که استحصال کارخانه آسترازنیکا است و در هندوستان تولید شده و هم واکسن سینوواک که واکسنی است که از خطای آمده، هر دو مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هست. هر دو را دانشمندان در سراسر دنیا آزمایش کردند و مورد تایید قرار دادند. نکته‌ای که باید شهروندان عزیز و همزبانان گرامی تاجیک من بدانند و به آن دقت کنند این است که ما با یک ویروس فریبکار هیله‌گری طرف هستیم که اگر 100 شخص با آن ویروس گرفتار شود میتواند 1 تا 3 نفر را به هلاکت برساند و قریب 15 تا 20 نفر را به بیمارخانه روان کند. در صورتی که اگر ما واکسن بزنیم، هم تعداد فوت و هم تعداد شخصانی که به بیمارخانه میرسند به حدی کم می شود که ما می توانیم بگیم نیست می شود که شخصی که نمی رود به بیمارخانه و شخصی فوت نمی کند. پس این دستاورد علمی بسیار مهم است. باید اگر در گروه سنی 18 سال به بالا هستیم، خصوصا اگر سن ما بیشتر از 40 سال است، حتما واکسن بزنیم و بدانیم که علم این واکسن ها را تایید کرده است. بله، می تواند واکسن عارضه داشته باشد، ولی بررسی کنیم ببینیم این عارضه ها چگونه بودند. ما می دانیم این واکسن ها درست است که تازه به تاجیکستان آمده است، ولی قریب بیش از 1 سال است در آنها مطالعه می شود و میلیون ها نفر، ببینید توجه کنید، بحث 1 نفر و 2 نفر و 100 نفر نیست، میلیون ها نفر در سراسر دنیا از این واکسن ها استفاده بردند. وقتی که تحلیل کردند عارضه ها را، متوجه شدند که عارضه ها بسیار بسیار کم بوده است و فایده و سود و ثمره‌ناکی واکسن ها بسیار بیشتر از عارضه هاست. بیشتر عارضه های خیلی سبک و ملایم هستند. شامل جایی که واکسن میزنیم میتواند در بعضی افراد درد ایجاد کند. جایی که واکسن میزنیم میتواند سرخی ایجاد کند. میتواند 1-2 روز بیحالی یا تب چند روز فرد داشته باشد، بلند شدن حرارت بدن. اینها جزو عارضه های طبیعی هر واکسنی میتواند باشد، جای نگرانی نیست. در بین 39 میلیون جمعیتی که این مطالعه انجام شد متوجه شدند، تا قبل از آن ما نمیدانستیم، در آن زمان متوجه شدیم که میتواند در بین هر 2 میلیون نفر اهالی 1 نفر عارضه لخت شوی شدید گرفت. با تبابت هایی که در دسترس هست میتوانیم او را تبابت کنیم. پس شهروندان گرامی بدانند که واکسن ها عارضه‌اش بسیار کم و محدود است، ولی سودی که میبرند پیشگیری میکند از 1 تا 3 نفر فوت از هر 100 نفر. فرقیت این واکسن ها به سبب نوع کاری است که انجام میدهند. یعنی اینکه شما
همه این واکسن ها همگیشان میآید دستگاه دفاع بدن را هوشیار می کند، آماده می کند که اگر روزی ویروس عامل کووید 19 وارد بدن شد، او ویروس را از بین ببرد. پس همه این واکسن ها از جمله 2 واکسنی که در تاجیکستان هست، هیچ کدامشان ویروس زنده شده در بدن را ایجاد نمی کند. پس این واکسن ها ویروس زنده نیستند. پس این واکسن ها هیچ کدامشان بیماری ایجاد نمی کنند. کاری که می کنند اینها چون قسمی از ویروسند یا بعضی ها ویروس ضعیف شده یا کشته شده هستند، باعث می شوند که دستگاه دفاعی بدن هوشیار بشود، دشمنش را شناسایی کند که اگر روزی ویروس زنده یا دشمن اصلی وارد بدن شد، او را به پورگی در اولین مرحله از بین ببرد. کسی که واکسن میزند بداند به پورگی هیچ کدام از واکسن های کووید در حال حاضر در دنیا حجیره زنده ویروس نیست، یا قسمی از ویروس است یا ویروس کشته شده است. پس خود واکسن به هیچ وجه بیماری ایجاد نمی کند. نمود دیگر واکسن هایی که مثلا در آمریکا هست که فایزر هست یا مادرنا، آنها مغز ویروس را گرفتند و مغز ویروس را وارد بدن می کند. این مغز شکلش را درست می کند و به بدن نشان می دهد. پس یگان واکسنی که در دنیا باشد که ویروس زنده را به بدن وارد بکند وجود ندارد. شنوندگان و بینندگان عزیز باید توجه کنند که واکسن ها کاملا از این لحاظ امتحان شده اند، بررسی شدند و بی خطر و بی ضرر هستند. اگر شخصی بلند شدن فشار خون یا داولین دارد، یا کسی دیابت دارد، بیماری قند خون دارد، یا بیماری گرده دارد، یا بیماری جگر دارد، آیا واکسن زدن ممکن است؟ واکسن زدن برای این اشخاص بیشترین فایده را دارد. توجه داشته باشید، دقت کنید بینندگان عزیز که واکسن در گروه اول باید به شخصانی زده باشند که بیماری داولین دارند، بیماری گرده دارند، بیماری دیابت دارند. آنها بیشترین فایده را میبرند. پس بی تشویش این واکسن ها را دریافت کنند. واکسن های کووید نمیتواند سبب بیماری های دیگری شود. پس به این خاطر است که در دنیا تمام کشورها دنبال واکسنند که دسترس کنند به اهالی، و چون در تاجیکستان، در جمهوری تاجیکستان این واکسن ها با کوشش حکومت تاجیکستان و دستگیری سازمان های بین المللی در دسترس شده است و به صورت بی مبلغ است. من توجه بینندگان را میخوام به این موضوع بدم که واکسن ها در تاجیکستان بی مبلغ توسط وزارت تندرستی در دسترس است. خواهش من، التماس من از بینندگان این است که از این فرصت استفاده کنید. همزبانان تاجیک من توجه داشته باشید که این واکسن ها در میلیون ها نفر در دنیا استفاده شده است و تا به امروز ما هیچ گزارشی که مردها را از مردانگی سست کرده باشد یا زنا را از زایمان، تولد و علاقه کم کرده باشد به هیچ عنوان نداریم. پس این واکسن ها بی خطرند برای مردها و برای زنها. نکته دوم این است که شخصانی که حامله هستند یا شخصانی که سینه مکانی میدهند، آنها هم بدانند که میتوانند واکسن بزنند. پس تا به امروز ما هیچ گونه تشویشی که بخواهد منع کند گروهی را برای واکسن زدن نداریم. همه گروه ها ممکن است که واکسن را بزنند از 18 سال به بالا. اصلاً اینجور چیزی درست نیست. این یک فریب است. هیچ موضوعی به این صورت نبوده است. شما نگاه کنید اهالی دنیا از آمریکا تا روسیه تا خیتای تا هندوستان تا دهات‌های هر کشوری در دنیا همگی دارن این واکسن ها را میزنند و هیچ گونه منبعی که نشان بدهد که این واکسن ها چیپته درش بوده است نبوده است. چرا نمی رویم به مصلحت عالمان، مصلحت سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاه‌هایی که سالها تحقیق کردند و آنها توصیه می‌کنند که ما این واکسن را بزنیم، چرا با آنها گوش نمی‌دهیم؟ واکسن زدن باید تیزتر انجام بشود. هرچه ما تیزتر واکسن بزنیم، شدت بیماری در اهالی که در
معرض آسیبند، در معرض فوت یا در معرض بیمارخانگی هستند کم می شود. به این سبب است که شما در دنیا می بینید اهالی را میبرند در استادیوم میزنند، اهالی را میبرند در پارک ها میزنند. پس مکانی که واکسن زده می شود مکانهای باز باشد و تیزتر زده بشود منعی ندارد، ولی پروتکل های بهداشتی یعنی رعایه گگنی شخصی، نقاب زدن و فاصله اجتماعی باید رعایت بشود. من همینجا میخواهم با اجازه شما به تماشاگران عزیز، بینندگان گرامی این دقت را بدهم که ما بدانیم برای پیشگیری از ویروس توجه باید کنیم. اگر ما از خنکساز یا ایرکاندیشن استفاده می کنیم باید حتما تریزه ها و پنجره ها و درها را باز کنیم. چرا؟ چون در اتخانه های بسته وقتی که این هواساز خنک کننده یا ایرکاندیشن حرکت می کند ویروس ها را به چرخش می آورد و باعث پهن‌شوی بیماری می شود. فابریکا، کارخانه هایی که واکسن استحصال می کنند الان مقدار واکسن در دنیا کم است. تا اینکه این مقدار واکسن به حدی برسد که تمام اهالی زده باشند شاید 2 سال 3 سال طول بکشد. پس عین زمان مهم است که من و شما بدن خودمان را، ششهای خودمان را، دهان و بینی خودمان را از این ویروس فریبکار هیله‌گر مصون نگه داریم. چگونه می شود مصون نگه داشت؟ به این صورت که من نقاب می زنم. شما چطور؟